سال 1362 اینجا، 42 سال اینجا. این دستگاه رو سال 62 خریدم 210,000 تومان. اون موقع پیکان نو بود 70,000. ما بستنی شروع کردیم، الان 42 سال من اینجا و مخاطبه ها و مشتری های بسیار خوبی دارم و بستنیم از لحاظ کیفیت خراب نکرد. به خاطر همین که مشتری همون دارن. مرسی همون. چه تا بستنی ما؟ صدا بستنی بفرمایید. این یک به جلو، اینم دو بفرمایید. مرسی همون. اینم سه. یه بار دیگه آدرستون رو میگی نه؟ بله. گیلان، شهر کلاچای، بستنی فروشی کناره معروف دیگه. مرسی همون. خیلی ممنون.